دوستا، یک نام الله تعالی یا جبار است. یا جبار، اگر شما از داخل قلبتان شکسته و از داخل درد دارین، باید همیشه ای ذکر کنین که یا جبارو یا جبارو. معنای از این است که ای درمان کننده زخم ها، توی قلب مرا هم درمان کن. و اگر در رزقتان برکت میخواین، یک نام الله تعالی یا رزاق است که معنایش است ای روزی دهنده، تو از خزانه غیب خود در رزق ما برکت فرما. و اگر همیشه در یک غم گرفتار هستین و همیشه تشویش در قلب خود دارین، یک نام الله تعالی یا سلام است. یا سلامو، ای مالک سلامتی ها، تو این قلب مرا هم سکون بده. و اگر فکر میکنی که دعایم قبول نمیشه، یک نام الله تعالی یا مجیب است. یا مجیبو، معنای از است که ای شنونده دعاها، تو این فریاد مرا هم بشنو. دوستا، اگر ایره هر قدر بیشتر به مردم شیر کنین، همه قدر ثواب و اجرش بر شما هم میرسه، تا که مردم ایره ذکر کنه و به هر مراد و هدف خود برسن. تشکر.